سلام، به این قسمت از تجزیه و تحلیل آثار هنری خوش آمدین. امروز میخوایم بریم سراغ نقاشی لاس منیناس. لاس منیناس در زبان اسپانیایی به معنای ندیمه هاست. ندیمه در دربار سلطنتی زنی است که به عنوان دستیار شخصی در خدمت یک زن سلطنتی یا اشرافزاده قرار داره. این نقاشی که در سال 1656 میلادی توسط دیگو ولاسکوئز کشیده شده، همکنون در موزه دل پرادو در مادرید نگهداری میشه و به یکی از پرتحلیل ترین آثار تاریخ هنر غرب تبدیل شده. دلیل این شهرت ترکیب بندی پیچیده و اسرارآمیز این نقاشیه که رابطه نامشخص میان بیننده و افراد حاضر در تصویر ایجاد میکنه. تصور میشه این نقاشی صحنه‌ای از اتاقهای کاخ سلطنتی در دوران سلطنت فیلیپ چهارم پادشاه اسپانیا رو نشون میده و چندین شخصیت رو به تصویر میکشه. برخی از این افراد مستقیما به بیننده نگاه میکنن، در حالی که برخی دیگر با یکدیگر تعامل دارن. در مرکز تصویر اینفانتا مارگاریتا ترزا ایستاده، پرنسس 5 ساله‌ای که بعدها با امپراتور مقدس روم ازدواج کرد. مارگاریتا ترزا در سال 1651 میلادی، چیزی حدود 370 سال پیش، در مادرید به دنیا آمد. اون نخستین فرزند شاه فیلیپ چهارم از ازدواج دومش با خواهرزادش ماریانا اهل اتریش بود. با وجود خویشاوندی نزدیک والدین مارگاریتا، وی از سلامت نسبی برخوردار بود. مارگاریتا ترزا نزد خانواده و دوستان نزدیکش به فرشته کوچولو معروف بود. شاه فیلیپ چهارم در نامه‌های خصوصیش از او به عنوان شادی من یاد می‌کرد. دیگو ولاسکوئز، نقاش این اثر، در سمت چپ صحنه دیده میشه، ایستاده در کنار یک بوم نقاشی بزرگ بر روی سه‌پایه. او به بیرون تصویر، جایی که بیننده ایستاده، نگاه میکنه. در پس زمینه بر روی دیوار آینه‌ای قرار داره که نیمتنه‌های شاه و ملکه رو بازتاب میده. اونها در فضای خارج از قاب نقاشی قرار گرفتن، همتراز با بیننده. هرچند برخی مورخان هنر معتقدن اونچه که دیده میشه بازتاب تصویر اونها در نقاشی است که ولاسکوئز در حال کار بر روی اونه. در قرن 17 اسپانیا نقاشان از جایگاه اجتماعی بالایی برخوردار نبودند. نقاشی بیشتر یک صنعت محسوب میشد تا هنر، به ویژه در مقایسه با شعر و موسیقی. با این حال ولاسکوئز تونست در دربار فیلیپ چهارم به موقعیت بالایی دست بیابه. با وجود مقاومت شاه در برابر نقاشی شدن در سنین پیری، وی اجازه داد که ولاسکوئز او رو در لاس منیناس به تصویر بکشه. پادشاه فیلیپ صندلی مخصوص خود رو در کارگاه ولاسکوئز داشت و اغلب کارهای ولاسکوئز رو تماشا می‌کرد. با وجود تشریفات سختگیرانه، به نظر میرسه شاه رابطه نزدیکی با این نقاش داشت. پس از مرگ ولاسکوئز، شاه در حاشیه یکی از دست‌نوشته‌هایش نوشت: من در هم شکستم. بر روی سینه ولاسکوئز صلیب قرمز فرقه سانتیاگو دیده میشه، افتخاری که او تا سال 1659 دریافت نکرده بود. گفته میشه شاه فیلیپ دستور داد که این نشان بعد از مرگ ولاسکوئز به نقاشی اضافه بشه و حتی برخی میگن که خود شاه اون رو کشیده. همانطور که اشاره شد، آینه‌ای بر دیوار پشت سر بالاتنه 2 نفر رو منعکس میکنه که طبق سایر نقاشی‌ها شاه فیلیپ چهارم و ملکه ماریانا هستند. رایج ترین فرضیه اینه که تصویر منعکس شده در آینه پادشاه و ملکه رو در حالتی که ژست گرفتند و ولاسکوئز در حال نقاشی از اونهاست نشون میده، در حالی که دخترشون مارگاریتا نظاره‌گره. بنابراین صحنه نمایی است از دیدگاه پادشاه و ملکه نسبت به آنچه که در اتاق در حال وقوعه. مارگاریتا 5 ساله توسط 2 ندیمه مورد توجه و سرگرمی قرار گرفته. یکی از اونها مقابل مارگاریتا زانو زده و جام قرمزی رو بر روی سینی طلایی به او تعارف میکنه. سمت راست او 2 کوتوله حضور دارن که یکی از اونها سعی میکنه با پاش سگ خوابالودی رو بیدار کنه.
مستخدم پرنسس جوان در پشت اونها ایستاده، لباس مشکی عزاداری پوشیده و با یک محافظ صحبت میکنه. در انتها و سمت راست دون خوزه نیتو ولاسکوئز رئیس بافندگی سلطنتی ایستاده. نیتو طوری نمایش داده شده که گویی در حال ورود و یا خروج از اتاقه، چرا که هر یک از پاهای او بر پله جداگانه قرار گرفته و زانوی راست وی خمه. تنها شاه و ملکه که با بیننده همزاویه هستن او را میبینن، نه دیگر افراد صحنه. برخی معتقدند که حضور نیتو در آستانه در به این دلیله که شاه و ملکه بتونن از اتاق خارج بشن و این صحنه پایان جسگیری سلطنتی برای نقاشیه. به همین دلیله که ندیمه سمت راست شروع به تعظیم میکنه. از میان 9 نفری که در تصویر حضور دارن، 5 نفر به طور مستقیم به شاه و ملکه یا بیننده نگاه میکنن. نگاه این 5 نفر و بازتاب شاه و ملکه در آینه حضور واقعی شاه و ملکه رو در فضای بیرون از نقاشی تایید میکنه. این نقاشی تنها پورتری 2 نفره از این زوج سلطنتی است که توسط ولاسکوئز کشیده شده. نقاشی‌های روی دیوار پشتی به عنوان آثاری شناخته میشن که مینروا در حال مجازات آراکنه و پیروزی آپولون بر مارسیاس نامیده میشه. این 2 افسانه روایت‌هایی از انسان‌هایی هستند که خدایان رو به چالش کشیدن و با پیامدهای هولناکی روبرو شدن. یکی از پژوهشگران اشاره میکنه که افسانه مربوط به 2 زن، مینروا و آراکنه، در همان سمتی از آینه قرار دارن که بازتاب ملکه دیده میشه، در حالی که افسانه مردانه شامل خدای آپولون و مارسیاس در سمت شاه قرار گرفته. این نقاشی میتونه خلاصه از تمام زندگی و حرفه ولاسکوئز و چکیده ای از هنر او باشه. او تنها سلف پورتری خودش رو در نقاشی لاس ملیناس و در اتاقی از کاخ سلطنتی ترسیم کرد، در حالی که با جمعی از اعضای خاندان سلطنتی، درباریان و اشیای با ارزش احاطه شده بود. تصویری از زندگیش در دربار. علاوه بر این، او از این طریق توانست شایستگی خود رو برای حضور در حلقه سلطنتی به نمایش بذاره. امیدواریم از دیدن این ویدیو و تحلیل این نقاشی زیبا لذت برده باشین. لایک و سابسکرایب ما یادتون نره و نظراتتون رو برای ما کامنت کنید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.